کرکتری تاثیرگذار و به شدت قوی، کسی که با انتخاب شدن او توسط تاریکی روشنایی رو برای مردم خودش به ارمغان آورد. کسی که حتی با وجود خارجی بودنش ثابت کرد که میتونه از محدودیتاش جلو بزنه و همینطور لایق بهترینا باشه. یامی سوکیهیرو از انیمه بلک کلاور. بچه‌ها کرکترهای زیادی پیدا میشن که توی دنیای خودشون کارهای خفنی بکنن و دستاوردهای بزرگی داشته باشن در واقع. ولی بچه‌ها یامی برعکس شخصیتی که داره لاینایی میگه که اصلا ویروسیه این بشر، که میگه This is where you gotta push past your limits. If you don't, then your path ends here. دیدن دوباره انیمه بلک کلاور فقط میدونی دوباره دیدن یه سریال عادی نبود، بلکه انگار مرور درسایی بودش که از یاد برده بودمش قشنگ. وقتی دوباره من انیمه رو دیدم یه نگاه دوباره به یامی انداختم، گفتم نه بابا چیزا قشنگی میگه، چیزا باحالی داره میگه. از خودم پرسیدم گفتم یه پروژه از این من نزنم. منم که دیگه تصمیمو گرفته بودم رفتم سراغ پروژه و اول از موزیک شروع کردم. فکر میکنی که من وقتی میخوام یه پروژه رو شروع بکنم میرم تو اینترنت دنبال موزیک میگردم؟ نه، قاعدتا نه. خودم رفتم FL استودیو رو باز کردم و خودم دست به کار شدم. خب اینجوری خب بهتره. البته خب آره سخت‌تره قاعدتا، و اینکه نمیدونی چه موزیکی بزنی قاعدتا خب کارو سخت‌تر میکنه. چی بزنیم؟ وقتی پروژه رو باز کردم اول خودم دست کم گرفتم، ولی وقتی که 2 ملودی اولو زدم اعتماد به نفسم برگشت. اول گیتار رو زدم. گیتار رو که زدم گفتم خب این یه مقدار نیاز به قلقلک داره، این چجوری من این لوپ لعنتی گیتار رو یه کاری کنم که این یکم قلقلک داده بشه. نمیدونم چجوری خوب توصیفش کنم، الان میبینی دیگه. دو ملودی اولو که زدم یعنی گیتار و پیانو دیگه لم کار دستم بود. گفتم خب الان من دقیقاً میدونم باید چیکار بکنم. رفتم آکوردهای خود گیتار رو زدم که یه مقدار موزیک رنگ و لعاب پیدا کنه. بعدش که دیدم خب الان بخش ملودیا تقریباً اوکی شده، رفتم سراغ درامز. هنوز میکس نشده، هنوز اتفاق زیادی باید کار زیادی باید روش انجام بدم. های هتو زدم، کلپو زدم، اسنیرم زدم، کیک و بیس رو که زدم متوجه یه داستانی شدم که آره کیک و بیس داخل موزیک من اختلال داره و اصلا کیک اشتباهی من پیدا کرده بودم. بعد از اینکه کیک و بیس رو تموم کردم گفتم خب یه دونه وکال بذار. وکال مثلا در همین ها در همین، خب مثلا چیز زیادی نباشه. اونو ردیفش کردم، ولی اینجا یه مقدار موزیک مشکل داشت. خودم گفتم خدا یه چیزی کمه، نمیدونستم پیداش کنم، که بعدش این اومد وسط. و بله کار موزیک با همینجا تموم شد و رفتم سراغ چیزهای دیگه و تجربه‌های بیشتری اونجا کسب کردم. تا اینجا طبق چیزایی که ما می‌خواستیم درست پیش رفتیم، موزیک رو درست زدیم، ولی متاسفانه اون جوری که من می‌خواستم داخل ویدیو پیش برم پیش نتونستم برم. توی ادیت من هم می‌خواستم که از مانگا استفاده بکنم، هم از انیمه استفاده بکنم، یه ترکیبی بین این دوتا. رفتم صحنه‌های انیمه‌ای از یامی و داخل همینطور مانگاش هم رفتم پیدا کردم، ولی واقعا اون چیزی که انتظار داشتم پیش نرفت. من یه ادیت از ناروتو دیده بودم که صحنه‌های چیزی بهتون بگم مانگاهای متحرک دیده بودم و گفتم خب شاید منم بتونم همچین کاری بکنم دیگه، ولی اصلا اون چیزی که می‌خواستم پیش نرفت. وقتی تصاویر توی مانگا رو دیدم خب متوجه شدم که ای وای چقدر توی تصاویر متن‌های مختلف وجود داره و چقدر اصلا نمیشه کاریش کرد. اصلا what the fuck. خب آره کلا خیلی داشت اذیتم میکرد و این داستانا. خب منم چون بیشتر از این بلد نبودم دیگه بیخیال این داستان شدم و خب ما تقریبا داخل
ادیت مانگا و این داستان شکست خوردیم و اون ایده که من می‌خواستم اون نتونستم پیاده کنم. خب چون نمیدونستم دیگه، بالاخره منطقیه، من تا حالا ادیت انیمه‌ای نزده بودم. آره خب دیگه دیدم دیگه کاری از دستم برنمیاد، رفتم سراغ تصاویر خود انیمه بلک کلاور. خیلی خب بریم ادیتی که زدیم رو تماشا کنیم و بعدش برگردیم و بریم سراغ نتیجه گیری، ببینیم که ما چه چیزایی یاد گرفتیم از این انیمه، از این ادیت انیمه ساده. This is where you gotta push past your limits. If you don't, then your path ends here. خیلی خب نتیجه گیری که میکنیم، خب ما تونستیم موزیک رو خیلی خوب پیش بریم ولی داخل ادیت خیلی 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 ضعیف عمل کردیم، مخصوصا آخرای ادیت انیمه ای که دیگه من واقعا دیگه حوصله‌ام سر رفته بود و گفتم که خب ولش کن مهدی، فقط انجامش بده و یه خروجی بگیر تمامش بره. یه آقا یه حرف خیلی قشنگی میزد که من اصلا جدی نگرفته بودمش، میگفتش که آقا نهایتش یه ادیت، یه فیلم، یه ادیت رو خب تو باید 1 یا 2 روز بگیری تموم کنی وگرنه دیگه حوصله‌ات سر میره و من اینو اصلا جدی نگرفته بودم. از این به بعد خواستم اگه ادیتی بزنم خب نهایتش 1 روز برای جمع کردن محتوا و اون، مثلا اگه بخوام انیمه‌ای بزنم، اگه بخوام انیمه‌ای بزنم که دیگه عمرم انیمه‌ای نمیزنم. البته خب ایده من یک مقدار نپخته بود بالاخره خب، ولی خب آره این داستان خیلی باید توجه کنین که وسط ادیت کردن انگیزه خیلی مهمه، چون خب من قرار نبود از این پروژه پولی به دستم برسه، معلومه دیگه خب برای دل خودمون گرفتیم زدیم و اصلا اجباری در کار نبود. فکر کنم قرار بود ادیت خیلی خفنی بزنم اگه قرار بود که واقعا وجهی دریافت بکنم، ولی خب برای دل خودمون زدیم، نه چیزی از ما کم شد نه چیزی به ما زیادتر شد. البته خب چیز زیادتر شد، چیزای زیادی یاد گرفتیم، ولی خب مرسی از اینکه این ویدیو رو دیدین. اگه تونستم دفعه بعد از این پروژه بزنم 100% نکات بیشتری رو حتما بهتون میگم و چیزایی که تجربهشون کردم و میذارم شما ببینید. فعلا